توی این مرحله دو تا ماشین لوکس بنز اس500 و BMW 728 آیو داریم که توی هر کدومشون یکی از شرکت کننده های ما به وسیله تناب و زنجیر و بست زندونی شده. حالا باید ببینیم که کدوم یکی از این شرکت کننده ها توی مدت زمان کمتری از زندان ماشین فرار میکنه. رسیدیم به چالش زندان ماشین که قراره 3 تا شرکت کننده این بازی رو انجام بدن. همونطور که دیدین توی بازی جعبه شانس نتایج اونجوری که باید پیش نرفت و ما حالا 3 تا شرکت کننده رو توی این چالش داریم. راننده ها میتونن سوار شن. من یه توضیح بدم راجع به بازی، توضیح خیلی کوتاه. مثلا بازی اینجوریه که ما 2 تا شرکت کننده رو البته جدا از همدیگه میبندیم توی ماشینا و تایم آزاد کردن خودشون رو میگیریم. میخوایم ببینیم که توی چه مدت زمانی خودشون رو باز میکنن. هر کسی که تایمش طولانی تر باشه امتیاز منفی میگیره و به مرحله بعدی نمیرسه، یعنی مرحله فینال. بریم سراغ این چالش. میرسیم به اولین شرکت کننده این چالش، حجت استراتژی شماره 4 ما. حجت، چالش از همین الان شروع میشه. تایمت برو بریم. وای، تایمت شروع شده. برو. باید خودتو باز کنی. باید اون تنابو از دور خودت در بیاری. حجت، وای، به نظرتون توی چه مدت زمانی میتونه خودشو باز کنه؟ یه موج عقب نشسته. بچه قانون بازی اینجوریه که بعد خودش آزاد کنه، سویچ زنجیر پاشو پیدا کنه، کلید زنجیر پاشو پیدا کنه، بعد سویچ ماشین رو پیدا کنه بده به راننده تا راننده اون بمب رو بده بهش، بیاد بیرون بپره کنه و تایمش تموم بشه. آره. وای، سویچ ماشین رو پیدا کرد. باز. خب حالا بعد بیاد بیرون بپره کنه. باید بپره. تموم. توی 47 ثانیه تموم کرد. 47 ثانیه. حجت استراتژی. برو بریم سراغ شرکت کننده بعدی ببینیم که توی چه مدت زمانی میتونه از این زندان ماشین فرار کنه. رسیدیم به بازیکن شماره 7 مون. میخوایم ببینیم که توی چه مدت زمانی میتونه از زندان ماشین فرار کنه. اوکی، از همین الان تایمشو میگیریم. شروع شد. برو بریم. وای، چه هیجانی شده. تایم داره میره. تا الان 17 ثانیه رفته. بازیکن قبلیمون 47 ثانیه تمومش کرد. میخوایم ببینیم که این یکی چی کار میکنه. وای، میتونی رفیق، میتونی تو. من امید دارم که میتونی. تا الان 33 ثانیه رفته. اون جلو رو ما نداریم، خیالت راحت باشه. جلو اصلا نداریم، فقط توی قسمت عقب قایم میشه. این باز میشه راننده؟ یه سر مشکوک شد. این باز میشه؟ کجاست این؟ بابا کجا گذاشتی؟ هر چیز باید بگردی تا الان 1 دقیقه گذشته. بابا کجا فکر کردی؟ بذار راهنمایی کنم چون تا الان 1 دقیقه گذشته. ببین یادت یه چیزی رو تو صندلی باز کردی؟ خب برو. تا الان 1 دقیقه و 22 ثانیه رفته. ببین همینجاست. این در رو میبینی؟ فکر نمی‌کنی شاید یه دکمه داشته باشه برای باز شدن؟ تموم. برو. کلیده کجاست؟ بچه دیدین چه راهنمایی کردم؟ کلید دستبنده کجاست؟ پابندت اولینو پیدا کرد. نه باید کلیدم پیدا کنه خودشو باز کنه. تا زمانی که کامل خودشو باز نکنه نمیتونه کاری کنه. باید کامل خودشو باز کنه. تو با من لج داری ابوالفضل؟ 1 دقیقه و 53 ثانیه رفته. شام زود باش. هیچ جایی به ایدم نمیرسه. ببین خوشگل درا رو چک کن. من دیگه خسته شدم از بس راهنمایی کردم. این تمام قدرتم برای راهنمایی بود دیگه. واقعا زشته بیشتر از این بخوام راهنمایی کنم. زود باش دیگه. من که دست گذاشتم. به محض اینکه پاهاشو باز کرد آی راننده شما میتونی بهش تحویل بدی. برو بریم. تموم.
2 دقیقه و 19 ثانیه. با دست گذاشتم توی ندیدمش. 2 دقیقه و 19 ثانیه. رسیدیم به شرکت کننده شماره 2. قراره توی بازی زندان ماشین ببینیم که چقدر تایم میبره که خودش آزاد کنه. من اینو به عنوان یه وسیله کمکی براش میذارم. بریم سراغش. 1 2 3 تایم شروع میشه. وای ببینیم عمو هیتمن چیکار میکنه. عمو هیتمن در حال اینکه داری خودتو باز میکنی یه سوال ازت میپرسم. به نظرت برنده 30 میلیون تومان پول نقد میشی یا نه؟ نه. خلاصه توضیح داد. چه خبر دیگه؟ ببین تنابا شل به نظر میاد. فکر نمی‌کنم کاتر نیازت بشه ها. به همون دقیقا فکر کردم ولی خب داداش همچینم شل نیست. همچینم شل نیست. ای خدا. تا الان 25 ثانیه‌اش رفته. تا الان شده 25 ثانیه ها. برو بریم آقا. ببینم چیکار می‌کنی. وای. ببین اگه از یه دقیقه بگذره راهنمایی می‌کنم. آره اگه دقیقه گذشت به من بگو. نزدیک 2 شد به من بگو. باش. یعنی فکر می‌کنی اونقدر طول می‌کشه؟ خیلی از خودش ناامیده. بابا یکم اعتماد به نفس داشته باش. خب داشتم میگفتم بچه‌ها ببینید هر کس تونست تو کامنت‌ها بگه 2 ضرب در 2 هم میشه ما هم میتونیم تو. وای. ببین خوشگل بگرد. داش آخه میدونی من قبلش داشتم نگاه تا الان می‌کردم شده 1 دقیقه. تا الان 1 دقیقه رفته. منتظریم این ببینیم چیه؟ که توی چه تایمی میتونه از زندان ماشین فرار کنه. تا الان شهابلی بچه 2 دقیقه و 19 ثانیه بوده رکوردش. حجت استراتژی هم 47 ثانیه بوده. ولی تا الان برای همون 1 دقیقه و 13 ثانیه گذشته. ولی میدونی پیدا کردن مهم نیست. دادن مهمه. قول زنجیر پاتو باز کردی؟ خب سویچو بردار دیگه. بابا اینو بدید تمومه دیگه. 1 دقیقه و 29 ثانیه. 1 دقیقه و 30 ثانیه. از بچگی دوست داشتم سویچ بنز بگیرم. بابا زمانی داره میره. تایمت داره میره. میگم تایمت داره میره. الان چند ثانیه است؟ الان شده 1 دقیقه و 40 ثانیه. بده دیگه. بابا بده دیگه. چنل ابوالفضل صاف کن. خیلی ممنون مرسی. چرا برای ریلکسی. 1 دقیقه و 50 ثانیه. درو باز کن. درو باز کن. درو باز کن. بهتره کن اون لامسته بود. چرا آرومی بهتره کن. بهتره کن. بهتره کن. بهتره کن. خراب. نه بهتره. تایم شد 2 دقیقه و 2 ثانیه. 2 دقیقه و 2 ثانیه. من راضیم. عمو هیتمن تونست بشه نفر دوم این چالش. بازیکنان شماره 2 7 4 رو اینجا داریم بچه‌ها. عمو هیتمن، شهابلی و حجت استراتژی. بچه‌ها آروم باشین خواهشاً. حجت استراتژی با گال میترکونه بتونا. حجت استراتژی شد 47 ثانیه. شهابلی بشین. مگه سگی من بهت بگم بشین. شهابلی زودتر از بهت میکنم. شهابلی شد 2 دقیقه و 19 ثانیه. عمو هیتمن 2 دقیقه و 2 ثانیه. بریم سراغ چالش بادکنک. یه سالن سفید پر از بادکنک که توی یه مسیر خاص چیده شدن و پلیرای ما باید اونا رو توی مدت زمان کوتاهی بتره کنن. اما این بازی قوانین خاص خودشو داره. بعضی بادکنک ها با پا، بعضی بادکنک ها با دست و بعضی ها هم آزاد هستن. خب رسیدیم به چالش بادکنک که قرار بازیکنان شماره 2 4 و 7 مون بازیش کنن و ببینیم که کدومشون میتونن زودتر این بازی رو تمام کنن و برنده این چالش بشن و در نهایت یه دونه حذفی هم داریم. خب رفتیم سراغ شماره 2 مون. عمو هیتمن من این تایمو بگیرم دیگه تایمت کاملا اصلا نمیتونم پیش بینیش کنم. خب بعد ببینیم که میتونی زودتر از بقیه تموم کنی یا نه. البته تو اولین نفری. بریم سراغش. 1 2 3 تایم شروع میشه. ببین من میگم چه صدایی داره؟ وای بچه تا الان 14 ثانیه رفته. شد 17 18. چجوری نمیتونی بتره کنی؟ چند تا انگشت فقط. وای ناخون ندارم. وای من صداش میترسم بچه. خیلی صدا زیاده. گوشم داره کر میشه. تا الان 30 ثانیه رفته. عمو هیتمن تا الان 33 ثانیه زمان برده کارتا. بزن دیگه. به مش بزن. یه کاریش بکن. مهم رفاقت. آفرین. قرمز نباید بتره که. اینا با پایه. اینا با پایه. یا چقدر میکنی وسطش. قرمز نباید بتره که. بچه‌ها یه خطا داخل این بازی باشه. اگه خطایی داخل این بازی باشه متاسفانه 10 ثانیه به تایمش اضافه میشه که به ضررشه. حالا خطا نداشتم. اینا با دسته. تا الان خطا نداشت. وای. خب ایول. اون یکی آزاده. بذار بتره کنش. آره تا الان 1 دقیقه رفته. یعنی 1 دقیقه شده تا الان. این بتره که منفجر میشه.
نمیترکه. باید یه جوری بتری کنید باش. انگشت اوه برو سراغ دارتا برو وای نزنی دارتا رو یه وقت به من یه وقت برو نزنه به پنام بده برو الان 1 دقیقه و 27 ثانیه برو. نزن بابا برو رفتم اون 1 دقیقه و 27 ثانیه تا الان رفته بابا اینا خیلی وای چاکره. بزن یه ایدمن واقعی از اون خطا جلوتر بیای خطا میشه ها خب مخلصی. بزن میتونی تو بزن بابا بزن خب آخرین بادکنکه آخرینشه یه وقت به من نزنی ها چرا بزن دیگه نمیخواد دعا کنی بزن چقدر شده تایم؟ خدا باهاته تا الان 2 دقیقه و 1 ثانیه شده یعنی بزن. واقعا نتونید زیر این تایم من بزنید حجت اون تو شهاب. واقعا الان داری حرف میزنی وسط من دارم میخواد حجت شهاب برم فینال. نگران این نیستی که یه وقت اونو تایم برو کنار این خطریه برو کنار. بزن اون بره اونقدر اسکل نیستی منو بزنی ها تا الان 2 دقیقه و 17 ثانیه‌اش رفته بچه خب بزن دیگه بزن دیگه اینو جدی میخواستم بزنم نشد. بزن واقعا نمیتونی بزنی؟ نمیتونم دیگه خیلی بزرگه ای و تموم 2 دقیقه و 33 ثانیه عمو هیتمن چالش بادکنک رو تموم میکنه میریم سراغ شرکت کننده بعدی خب رسیدیم به بازیکن شماره 7مون یعنی شهاب الی میخوایم ببینیم که توی چه مدت زمانی میتونه این بادکنک ها رو بتره کنه و آیا میتونه اون 2 تا رقیبش رو شکست بده یا نه از همین الان تایم شروع میشه 1 2 3 برو بریم یو حضرت سرعت هرچی اون کند بودین سریع با یه قرمز ترکوندی 10 ثانیه اضافه میشه برو با دسته خب ایول سرعت عالیه اوه حالا میرسیم سراغ بادکنک‌های آخرمون 4 تا بادکنک میده ای والا تا الان 21 ثانیه رفته بچه فقط تو 21 ثانیه خب تمام 27 ثانیه فقط زمان برد تا همه بادکنک‌ها رو بتره کنه شهاب الی شهاب بیا اینجا البته با این میشه 37 ثانیه با این میشه 37 یه ثانیه قرمز من اینو ترکوندم. حساب نکرده بودم بچه 37 ثانیه طول کشید در از به خاطر خطایی که کرده بود ای والا شماره چند میشدی به بچه‌ها نشون بده شماره 737 بریم سراغ شرکت کننده بعدی رسیدیم به بازیکن شماره 4مون حجت استراتژی میخوام ببینم که حجت تو میتونی 2 تا رقیبتو شکست بدی یا نه و تایم این با تایم زندان ماشین جمع بسته میشه و اگر از بقیه کمتر باشه میری فینال بریم سراغش 1 2 3 اصلا نمیتونم صحبت کنم خطا بدی 10 ثانیه برو بریم وای 14 ثانیه 15 ثانیه خب یا خود خدا اشتباه میستدی منو نزنی تموم 23 ثانیه حجت استراتژی تموم میکنه بازی چالش بادکنکو عمو هیتمن چرا اینقدر شل گرفتی بازیو به خاطر اینکه دوستش پای جونت وسط بود من نمیدونستم اینقدر بیرحمی میکشی. من میخواستم حجت و شهاب تو فینال ببینم. دوست دارم که یه بازی هیجانی ببینم چون من برای مسابقه نیومده بودم. دوست داشتم رفیقامو فقط ببینم توی مسابقه و الان میترکی میری پیش حامد و حسام و یاسین و علی هم مرده نه؟ علی هم مرد ملینا هم مرد همه مردن یواش بزن نامرد. آماده ای؟ حداقل به خاطر اینکه با اخلاق بودم یواش بزن 1 2 3 همونطور که دیدیم بعد از جمع‌بندی تایما متوجه شدیم که شماره 4 و شماره 7 رفتن به فینال. بیاین فینالیستا اینجا توی تصویر بچه‌ها ببیننشون. دو تاتون رفتیم به فینال. ای والله. شهاب الی و حجت استراتژی. متاسفانه از بین این 3 تا بازیکن یکیشون ترکید و فقط همین 2 تا موندن دیگه. خیلی هاشون ترکیدن ها. آقا ما این چند روز بچه‌ها همه خیلی تلاش میکنن 20 نفر 20-25 نفر انصافا از جون مایه میذارن خودتون به افتخار خودتون یه دست بزنید خیلی دوستتون دارم انشاءالله که همه تو رده‌های زندگیتون موفق باشید آدمای تلاشگر از این بشی دیگه میذارم میترکونمت چی؟ بروتر از این بشی میذارم میترکونمت بزن بریم سراغ فینال بزن دیگه